موج مهاجرت شروع شده. یه بخشی از جمعیتی که غیر سیاسی بوده، من سیاسی نبودم هم بوده، یعنی قشر محافظه کارم محسوب می شده، تو جنبش های مختلف یهویی خودش رو یک مبارز از راه دور دونسته، مبارز در تبعید خودش رو پیدا کرده و شروع کرده مثلا تو اینستاگرامش و توییترش مواضع خیلی رادیکال گرفتن و بعضا حالا مثلا 4 تا تجمع هم رفتن. فکر میکرده که تو هر جنبش هم کار تمومه دیگه، کار تمومه، مثلا 401 افتاده، آره حکومت خیلی رژیم هم سقوط مطمئن. کرده، آره. خیلی مطمئن شرط بسته روی کلی سرمایه گذاری احساسی کرده روی این قضیه، با کلی کسای ارتباطاتش رو قطع کرده و این بین اتفاقی که افتاده چی بوده؟ خب رژیم سقوط نکرد، حکومت سر جاش باقی موند.